بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به تمامی اعضای محترم کانال متافیزیک. به کانال خودتون خوش اومدید دوستان. بنده امید اشمتیان هستم، ادمین کانال. در خدمتتونیم با یه برنامه دیگه و یه برنامه جدید از این کانال. اما دوستان، همین ابتدای کار یک مسئله رو میخواستم بگم. هدف ما از این کانال چیه و هدفمون از تشکیل این کانال چی هستش؟ شعار این کانال اینه دوستان: بالا بردن سطح آگاهی مردم عزیزمون. و این هدفیه که ما داریم دنبال میکنیم. شاید بعضیا بگن نه، هدفمون پول در آوردن از یوتیوب. نه خیر دوستان، این کانال تا همین لحظه حتی 1 ریال از یوتیوب پول دریافت نکرده، چرا که تبلیغاتش اصلا فعال نیست و خودتون هم میدونید دیگه. و این رو اینجا اضافه کنم دوستان، اگر ما فیلمی در این کانال پخش میکنیم، خدای نکرده توهین به فرد یا شخص خاصی نیست. چون بعضا برخی‌ها توی کامنت ها می‌نویسن که آقا با پخش این فیلم به شعور مخاطب داری توهین می‌کنی، به شعور ما توهین می‌کنی. نه خیر دوستان، بارها عرض کردم اصلا اینجوری نیست. و اگر فیلمی پخش میشه بنا به درخواست اعضای کانال و داخل کامنت ها بوده و خیلی ها این سبک و این گونه فیلم ها رو دوست دارن و ما به درخواستشون اهمیت میدیم و توی کامنت ها میخونیم و در خصوص اون موضوع فیلم رو میسازیم و محتوا تولید میکنیم. و این رو خدمت اون دسته عزیزانی بگم که میگن به شعور ما داری توهین میکنی. دوستان، کسی دست شما رو نگرفته به زور بیاره بنشونه پای این کانال بگه بشین و تا آخر نگاه کن. اگر خوشت نیومد، خب ما فیلم های دیگه هم تو این کانال داریم که در خصوص فلسفی هستن، تاریخی هستن و موضوعات خیلی مهمی در خصوص چاکراها، متافیزیک و سایر بُعدهای متافیزیکی. میتونید برید اونها رو ببینید. در خصوص سنگ ها، انرژی که سنگ ها دارن، فیلم های متنوعی داریم، میتونید برید اونها رو ببینید دوستان. و یا اصلا سایر کانال های دیگر رو. کسی شما رو مجبور نکرده که بشینید و این فیلم رو نگاه کنید و بعدم بگید به شعور ما دارین توهین میکنید. خیر، همچین چیزی نیست دوستان. اما مدتی هستش که من خیلی کامنت هایی رو دریافت میکنم تهدیدآمیز، از اینکه احساس میکنم فیلم ها و صحبت های بنده بعضی ها رو آزار میده و اونم دعانویسایی هستن که من توی ویدیوها گفتم آقا سمت این دعانویس ها نرید. البته کلمه دعانویس درست نیست دوستان، طلسم‌نویس. اینا طلسم‌نویس هستن، چرا که با این کارشون زندگی خیلی ها رو دارن به هم میریزن و بدبختی های بزرگی برای جامعه انسانی درست کردن با عدم آگاهی و نادانی که دارن متاسفانه. و ظاهرا حرفای ما به مزاج برخی هاشون خوش نیومده و شروع کردن به تهدید و نوشتن فحاشی و الفاظ متاسفانه رکیک در داخل کامنت ها. ببینید دوستان، بنده نه استادم، نه در این زمینه ادعایی دارم. بنده فقط یه محققم و پژوهشگر و چند سالی است که در زمینه متافیزیک به خاطر علاقه‌ای که دارم پژوهش رو تحقیق میکنم. و خیلی از اساتیدی رو دیدم که تو این کارشون بلد بودن، کار درست بودن. رفتم باهاشون صحبت کردم، نکته برداری کردم از صحبتاشون و یک 7-8 تا دفتر به قول معروف پر کردم از تمام نکاتی که این اساتید گفتن و من یادداشت کردم. حتی پیش اساتیدی رفتم که به حساب از استاد بودن و فقط خودشون رو استاد میدونستن. پیش اونها هم رفتم، ولی بعد از یک جلسه متوجه شدم که اصلا طرف هیچی بارش که نیست بماند، ادعای بسیار زیادی هم داره. اونجور اشخاص رو هم ما دیدیم دوستان. اینجا خواستم این نکته دیگه اینم اضافه کنم خدمت اعضای محترم کانال متافیزیک. ببینید دوستان، اگر هر سوالی دارید میتونید زیر همین ویدیو یا هر ویدیو دیگه بپرسید، چه در خصوص عالم ماورا، موجودات ماورایی، انواع موجودات ماورایی، گونه هاشون، شکل هاشون، اسم هاشون، طایفه، قبیله و در خصوص بُعدها، متافیزیک، انواع چاکراها، چشم سوم، نحوه باز شدن چشم سوم. هر سوالی که در مربوط میشه به ماورا اگر دوست داشتید میتونید بپرسید، اما حداقل 2 چیز رو رعایت کنید: یک، سوال خودتون رو واضح کامنت کنید و بپرسید. دوم، انتهای کامنتتون حتما 1-2 تا علامت سوال بذارید، چرا که باعث میشه این کامنت شما بره تو قسمت سوالهای یوتیوب و وقتی من مراجعه میکنم به اون قسمت راحت میتونم سوالاتون رو پیدا کنم و ببینم و بخونم. و این رو بدونید اگر در خصوص اون سوال خب بلد بودم پاسخ میدم و اگر نیاز بود
اصلا یک برنامه مجزا و کامل در خصوص پرسش و پاسخهای شما عزیزان میسازیم کامل. و اگر بلد هم نبودم اساتیدی هستن که بنده خب حداقل میشناسمشون، از اونها میپرسم و به نحوی مطمئن باشید سوالاتتون رو پاسخ میدم. اما توی ویدیو قبلی دوستان من از 7 جن گفتم که شاه شاهانن و غیر قابل تسخیرن و خیلی ها کامنت گذاشته بودین که برنامهش رو بساز و برنامه امروز ما مربوط به همین 7 است که معروفن به 7 شاهزاده جهنم. دوستان این رو بگم که برنامه امروز رو با دقت گوش بدید و ببینید و امیدوارم که مورد رضایتتون قرار بگیره. و ما از مبحث خودمون دور نشیم، بریم در خصوص 7 شاهزاده جهنم یا شاهزاده تاریکی صحبت کنیم و بریم زیر ویدیویی که براش درست کردم. من توضیحات لازم رو میدم دوستان. امیدوارم که رضایت داشته باشید از این برنامه و نظراتتون رو در خصوص نحوه اجرا یا مواردی که گفتم زیر این ویدیو کامنت بذارید. به تک تک کامنتاتون پاسخ میدم و میدونید که تا جایی که تونستم به کامنت ها پاسخ دادم. سپاسگزارم از همگی شما. بریم و برنامه رو آغاز کنیم. 7 Deadly Sins یا همون گناهان کبیره 7 گناه بزرگی هستن که دانته هم توی کتابش به اونها اشاره کرده و زمانی که لوسیفر و ارتشش علیه خدا دست به شورش زدن و به زمین و اعماق جهنم تبعید شدن تا مابقی عمرشون رو به سر ببرن، در این بین لوسیفر به همراه 6 تا از تاریک‌ترین یارانش به اربابان جهنم یا دوزخ معروف شدند و قرار براتون این بار این 7 تا پرنس جهنم و وظایفشون رو توضیح بدیم. همین اول کار لازمه که 2 تا نکته رو بگم. یکی برعکس ما مسلمونا با شنیدن نام شیطون یک راست سراغ یک نفر یعنی ابلیس میریم. مسیحی و یهودی ها با شنیدن نام شیطون اصلا فرد خاصی رو مورد خطاب قرار نمیدن. خیلی ساده تر بخوام بگم، اونا برای 7 تا از گناهان کبیره که میخوام مفصل براتون بگم یک شیطان یا اهریمن مخصوص دارن که 7 به 7 پریمنز هافل معروفن و دانته هم تو کتابش در آلمان از لوسیفر به عنوان بزرگشون یا به عبارتی رئیسشون که ستون اون 6 تا شیطان دیگه است توضیح داده. اگر یه وقت پیش یک فرد خارجی بودین به جای اینکه بگین شیطون گولم زد بگین این لوسیفر بود که رفت توی جلدم. البته دوستان این یک شوخی بود. نکته دوم این که کلن 7 شاهزاده جهنم مستقیم توی کتاب مقدس نیومده و سلس اصلی این مطالب که خارجی ها هم قبولش دارن به یک کشیش بزرگ و معروف آلمانی به اسم پیتر بنسفیلد برمیگرده. این بنده خدا که عمده فعالیتش در قرن 16 بوده، دلیل معروفیتش سوزوندن و محکوم کردن جادوگران توی اون دورانه. اگر دوست داشتین در خصوص سرگذشت جادوگران توی قرن 16 یا همون قرون وسطا بدونین کامنت بذاریم تا براتون ویدیوش رو بسازیم. حالا که این مقدمات رو میدونید پس بریم سراغ این شاهزاده ها و گناهانشون دونه دونه براتون توضیح بدیم. برای خود منم جالب بود که غرور یا پراید اولین گناه کبیره به حساب میاد. به همین خاطر هم هست که اون رو به سلطان شیاطین یا لوسیفر نسبت میدن. علتش هم به این برمیگرده که تو منابع اهل کتاب دلیل رانده شدن لوسیفر که یک روزی جذابترین، قویترین و نزدیکترین فرشته مقرب به خدا بود همین گناه مرتکب شد و تکبر یعنی غرور که با فریبکاری یک سری از فرشته ها علیه خدا کودتا میکنه و دست آخر هم پس از شکستش با ارتشش از عرش الهی میندازنش بیرون و به اعماق جهنم میره و لقب فالن انجلز یا فرشتگان طرد شده رو از آن خودش میکنه. اگر دوست داشتین سرگذشت لوسیفر و جنگش با خدا رو بدونین کامنت بذاریم تا براتون ویدیوش رو بسازیم. دوستان زیر همین ویدیو اگر کامنت کنید میسازیم براتون ویدیوش رو. اما بریم سراغ شیطان دوم، ممن یا ثروت. نماد گناه کبیره دیگه یا همون گرید یا حرص و طمع هستش. این فرشته مغضوب که با فریب مردم اونا رو به ثروت اندوزی و اسرافکاری و
دست نزدن به مالشون و عدم انفاق کردن و خمس و زکات ندادن و خساست دعوت میکرد و همه افرادی که اونها رو وسوسه کرده در طبقه 4 جهنم قرار میگیرن. با وجود اینکه اطلاعات زیادی از ممن در دسترس نیست، ولی این صحبت هست که هر جایی حرف از ثروت و پول باشه این شیطان انسانها رو فریب میده. دوستان، آزمودی سومین شاه دوزخ هستش که نماد لاس یا شهوت رو با خودش به یدک میکشه. همونطوری که از اسمش معلومه این شیطان مردان رو به فسق و فجور و خیانت به همسرانشون دعوت میکنه و جالبه بدونید خود آزمودی تو زمینه مخزنی فعاله. از این رو داستانی در موردش هست که میگن اون با یک دختر زمینی به نام سارو کراش میزنه و با کشتن همه خواستگاراش مانع ازدواج اون میشه و تا اینکه دست آخر یکی از فرشتگان مقرب به نام رافائل که ما مسلمونا بهش اسرافیل میگیم به سراغش میاد و از اجرای نقشه شومش جلوگیری میکنه. دوستان، همتون قطعا حضرت سلیمان رو میشناسید که تمام جنیان ازش فرمان روایی داشتن و جالبه بدونید که حضرت سلیمان 72 تا شیطان خیلی قدرتمند رو به زنجیر کشید. اگه علاقه دارین تا در مورد اون 72 تا شیطان بدونید که اسمشون چی بود و چه شکلی بودن و چه نمادهایی داشتن و چه کارهایی میکردن، زیر همین ویدیو کامنت بذارین تا ویدیوش رو براتون بسازیم و استارت ساختش رو بزنیم. و همچنین در مورد این هم بوده تو منابع اهل کتاب که آزمودیس با لیلیس ارتباط داشته و اون رو فریب داده و با اون ارتباط برقرار کرده. در مورد لیلیس هم اگر میخواید شاهزاده 4 دوزخ لویاتان مسئول گناه و بزرگ نابخشودنی حسادته. لویاتان که با خودش نماد دروازه ها و آرواره های دوزخ رو به یدک میکشه، از نظر ظاهری با این 6 تا شیطون دیگه کاملا متفاوته و دقیقا شبیه کراکن، یک هیولای دریایی غول‌پیکره که اطلاعات دقیقی هم ازش در دسترس نیست. دلیل لقبی هم که داره اینه که اولین کسی که هستش که حسودا رو بعد از ورود به جهنم مجازات میکنه و 4مین شاهزاده و شیطان جهنم هستش. دوستان که در موردش این مطالب رو تونستم جمع‌آوری کنم و بگم خدمتتون. شاهزاده 5 جهنم بلزیباب یا اهریمن پرخوری هستش. این شاهزاده که بال داره و یکی از تواناییاش پرواز کردنه، با وسوسه کردن افراد به پرخوری و شکم پرستی اونا رو تبدیل به یک مشت آدم خپل و شکم گنده میکنه و همین خاطر هم یکی از لقب‌هایی که بهش دادن ارباب مگس‌ها و حشراته و توی منابع اومده که این گونه افراد در طبقه 3 دوزخ زیر بارون مواد مذاب از بوی تعفن توی گل و لای دست و پا میزنن. همچنین گفته شده بلزیباب به عنوان دست راست لوسیفر نقش بادیگارد و پادشاه شیاطین رو ایفا میکنه و حواسش هست که مابقی اهریمن‌ها و فرشته‌های رانده شده یک وقت هوس نافرمانی و شورش به سرشون نزنه. دوستان، اما بریم سراغ شاهزاده دوزخ بعدی. شاهزاده 6 و یک مونده به آخری سیتن یا همون شیطانه. علاوه بر این که نماد خشم و غضب به شمار میره، خیلی ها از اون جادوگرایی که توی آتیش زنده سوزونده شدن موقع اجرای حکمشون زیر شکنجه‌های شدید اکثرا اعتراف کردن که سیتن کسی بوده که بهشون جادوگری رو آموزش داده. جالبه بدونین توی قرون وسطا مردم فکر میکردن سیتن زیاده کاری نیست و اراده‌ای به خصوصی از خودش نداره، ولی بعد از مدتی میفهمن که اون منبع کل آموزش جادوگران بوده و حسابی ازش میترسن و حتی آوردن اسم نحسش رو توی کلیساها ممنوع اعلام میکنن. داخل پرانتز بگم که داخل برخی سورس ها عزازیل اهریمنیه که به جای سیتن نماد خشم و غضب معرفی شده. دوستان، خب دوستان، شاهزاده 7 دوزخ بلفگر، راستش رو بگین ببینم تا حالا چند بار کاراتون رو به بد موکول کردین یا به مربیتون قول دادین از فردا باشگاه میرین و نرفتین؟ اینایی که گفتم همش زیر سر همین بلفگره. اون که نماد تنبلی و تنپروری به حساب میاد، قادر تا با در اومدن به شکل‌های مختلف آدم‌ها رو به تنبلی هرچی بیشتر تشویق کنه. ما هم که از خدا خواسته همیشه گولش رو میخوریم.
فکر کنم این تنها فرشته مغضوبیه که لوسیفر ازش رضایت کامل داره. تو منابع اومده که اون هر بار با موفقیت شدن توی مأموریتش خنده بلندی توی جهنم سر میده. خب دوستان، این هم از 7 شیطان جهنم که غیر قابل تسخیر هستن و شاهزادگان دوزخ معروفن. امیدوارم که از این برنامه رضایت کامل رو داشته باشید. و اما دوستان این رو بدونید 7 فرشته مقربم داریم. اگه خواستید برنامهش رو براتون بسازم زیر همین ویدیو کامنت کنید. خدا نگهدار.